همه ساله رسم که در آستانه سال نو مقامات میان و عرضم به حضورتون پیامایی میدن، قولایی میدن، گفتگوهایی میکنن با مردم، اما هیچ وقت نمیان بگن که اون قولایی که سال پیش دادیم چی شد، چرا به نتیجه نرسید بخشیش، یا چه دلایل و عوامل و موانعی وجود داشت که ما نتونستیم اون قولا رو انجام بدیم. یه سری قولای دیگه هم میدن و برز انورتون برای سال آینده و خداحافظی میکنند و میرن. اما من پیام کسی رو امسال انتخاب کردم که میدونم که در دل اکثر مردم ایران جای بزرگی رو داره، قلب مردم براش میتپه و بسیار دوستش دارن. اگرچه این فیلمی که میخوام الان براتون بذارم مربوط به پیام سال گذشته، سال 1390، اما به باور من کهنه نیست و همچنان حرفایی که داره حرف دل همه ماست. به هر حال این پیام تبریک استاد محمد رضا شجریانه که الان میخوایم براتون پخش بکنیم. من اگر اتاق فرمان آماده است لطف کنه پیام استاد محمد رضا شجریان رو به عنوان پیام سال نوی که من خیلی دوست دارم ببری رو آنتن. ممنون میشم. با سلام و درود. سال نو رو به یکایک که شما عزیزان هموطنم شاد باش عرض میکنم. آرزوی سالی سرشار از نشاط و شادی و تندرستی و سرفرازی در پیکار زندگی دارم. سالی که گذشت کلیه ارتباطات من با شما قطع بود و شایعه در وطن نبودنم دهان به دهان میگشت، در حالی که من همچنان در تهران بودم و به ادامه کارهای هنری و آموزشی و تحقیقاتی مشغول بودم. افتخار من همیشه این بوده و هست از تبار مردمانی بودم که با وجدان بیدار و کنجکاوی ذاتی و هوش سرشار ارزش‌های سرزمینش رو پاسداری کرده و نگه داشته و از دم طوفان‌های ویرانگر تاریخ زبان و آداب و ملیت و آیینش رو با حماسه صبر و مقاومت نجات بخشید و با همه گونه‌گونی زبان و آداب و رسوم و فرهنگ جغرافیایی باز با همدلی و در با همفهمی در کنارم برادرانه زیسته است و امیدوارم همیشه چنان باشه. همتون رو دوست دارم.